باید فیلم رو دیده باشین. فیلم آماده است تکاش یا نه؟ آماده الان صبح آماده پخش کن. بخند. زنش شکایت کرده افتاده زندان. عجب زن خری پیدا بیدی. خوب مرد تواده زنده نمیاد. زنه مهریه‌ش رو خواسته اینم نداشته بده. مهریه را کی داده کی گرفتی با انه چشم کورن دند نرم خاصی و شب اول عروسی رو حساب انه مهریه بکنی. تو چی گیدی؟ عصب کفت زندان انا مهریه بیا تو کار نکنی. من ننم قربان جم پیغمبر خدا با گفته مهریه اندل مطالبه ایسه. یکی دعوتت کرده عروسی. بشین بابا. صبر کن این نفر بگه کلاغه بعد تو بگو بلاغه. عروس خانم برای دعوتنامه فرستاده. دعوتنامه اسمسی آدرس رشت روستای بلسبنه. بلسبنه بابا بیشیم قربان. بیا بیشیم. تو گیدی ندیده شناخته بیشیم عروسی. مگه ما پانوشوس میمانیم بعدش هم ما را دعوت نگودی که رئیس جمهور را دعوت بگودی. من ننم قربان جم پاشن نخونه جمع کنم یه حال به هم بخورده. فریزم ولیک شروع شد. بلند کن قرص تو خوردی؟ الان میرم میخورم. خب آقای علی اچانی اینجا هستن. خیلی خوش آمدید. اگه با بنده صحبت داریم بفرمایید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. شبتون بخیر. و من نمیدونم چه حکمتی که من هر دفعه که خدمت شما میرسم تو برنامه هفت باید تبریک بگم برد پرسپولیسو. ای بابا که آره من بازم تبریک میگم برد پرسپولیسو با استقلالی ما ناراحت میشن. بعد میگن چرا برد تبریک گفتم. البته پرسپولیسی من میگن هی بگین برد تبریک بگین. استقلالی من میگن نگین. نه دیگه حالا من این شالم برای همین انداختم دیگه. آره بعد از مدت‌ها باخت بردینا. حالا دیگه بحث عوض کن. این شال جشنواره است دیگه. آره استقلالی میگن بگو بعد از مدت‌ها باخت. آره منم گفتم. ولی این برد واقعا به اندازه یه قهرمانی ارزش. خیلی شیرین بود. خیلی خب آقای اچانی از گونه فیلم شروع کنیم. دوستان ما گونه فیلم کمدی مطرح کردن. تو صحبت‌های آقای توسی هم دیروز صحبت از گونه کمدی بود. من فیلمو دیدم اما میخوام از نظر شما بپرسم گونه فیلم واقعا کمدیه؟ نه اتفاقا قبل از اینکه بیام من خدمت شما آقای مهدی هاشمی هم تماس گرفتن گفتن چرا اعلام شد کمدی. من می‌خواستم همین رو هم عرض کنم. فیلم کمدی نیست. حالا شما خودتونم دیدین فیلم‌ها رو. شما فهمیدید یه ملودرام اجتماعی. من میگم حالا با لایه‌های سیاسی میشه حتی گفت یک طنز سیاسی ولی فیلم کمدی نیست. و فکر می‌کنم این ژانر رو یه جوری اشتباه. خب طنز سیاسی میشه کمدی اجتماعی. یعنی در واقع کمدی اجتماعی. شتک‌های از فیلم‌های نگارش کمدی است مثل لهجه، مثل اصلا فضای خونه، مثل اون در واقع چی میگن اون جریمه کردن هایی که تکرار میشه. اینا یک شوخی هایی است که تکرار آره میشه. توی موقعیت هایی هست ولی این باعث نمیشه که ما مجموعه فیلم رو بگیم فیلم کمدی. نه دیگه اصلا از یک جای لحن فیلم لحن دیگری است. اصلا تلخ میشه. اصلا پایان فیلم یک پایان تراژیک است. نگاه دوربین هم نگاه خاصی. حالا تراژیک در کمدی اجتماعی ها پایان فیلم تلخ میشه مثلا بورژوای کوچک آثار ایتالیایی اینا. ولی خب نوع فیلم نوع کمدی اجتماعی. ولی شما یک با موسیقیتون کاری ملودرام میکنید. فیلمنامه. خب از فیلمنامه صحبت کنیم که تو فیلمنامه نیست ما دیدیم آقای قاسم علی. خب این فیلمنامه مدت‌ها پیش آماده بود و قرار بود عده دیگه بسازن. چطور شد شما قرار شد بسازید؟ من پارسال زمانی که فیلم قبلیمو داشتم کار میکردم اون فیلمنامه رو به یک سری از دوستان نویسنده دادم که بخونن و نظراتشون رو به من بگن. یکی از اون دوستان جابر قاسم علی بود. توی اون جلساتی که با جابر داشتیم توی همین فیلمنامه نه فیلم قبلی 6 نفر زیر باران. توی جلساتی که داشتیم جابر یه لحظه یه چیزی به من گفت. من یه فیلمنامه‌ای نوشتم موضوعش اینه. توی مثلا یه دقیقه. بعد این برام خیلی کنجکاو برانگیز بود و بهش گفتم جابر این فیلمنامه رو میشه من بخونم؟ گفت آره ولی من فروختم دست پژمان لشکری پور به پژمان فروختم. گفتم آره بده من بخونم. من فیلمنامه رو خوندم دیدم خیلی فیلمنامه خوبیه. بعد با پژمان اتفاقا تو همین جشنواره تو همین سال گذشته تو همین برج میلاد من پژمان لشکری پور رو دیدم و بهش گفتم یه 2 دقیقه بریم تو نمازخونه من کارت دارم. رفتیم تو نمازخونه گفتم که پارسال آره. گفتم که شنیدم فیلمنامه تلفن همراه رئیس جمهور جابر رو شما خریدی مال شماست. گفت آره چطور؟ گفتم من این فیلمنامه رو میخوام. بعد یه خنده ای کرد و گفت که اینو نمیتونی بسازی. و گفتم خب من میخوام دیگه میخوام بگیرم ببینیم چی میشه. گفت که نه نمیشه اینو اصلا پرونده ساخت نمیدن روش. گفتم حالا من میخوام بخرم. بالاخره ما 2-3 روز بعد قرار گذاشتیم و فیلمنامه رو خریدیم و بعد رفتیم خدمت آقای علی اکبری از ایشون
پارسال مثلا اوایل سال بود دیگه فکر میکنم. آره مثلا فروردین با آقای علی اکبری گفتم و آقای علی اکبری هم لطف کرد. درخواست علی اکبری که فکر کردی با علی اکبری میشه فیلمو ساخت، که با کسی دیگه نمیشه ساخت. نه این با این فکر نرفتم چون توی فیلم قبلی آقای علی اکبری خیلی به من کمک کرده بود و من خیلی دلم میخواست که با آقای علی اکبری کار کنم، چه این فیلمنامه چه فیلمنامه دیگه بود. اولین جا هم رفتم خدمت ایشونو با ایشون صحبت کردم. البته ناگفته نماند که من 2 بار ما درخواست پروانه ساخت این فیلممون رد شد. ولی خیلی در سکوت هم پروانه ساخت شما داده شد. ما اصلا نمی‌دونستیم پروانه ساخت شما داده شده. آره دیگه شما خودتون خبر ندادین تا در سکوت ساختید. که نمی‌خواستین جنجال بشه راجع حالا دلیلشو بگم بهتون کامل. آقای جیرانی یه سری از این فیلم‌ها مثل فیلم ما که حالا اسمشو بذاریم جنجالی یا به قول شما سیاسی یا یه حرفی دارن که ممکنه من دوست داشتم و حالا گروهی که داشتیم تولید می‌کردیم دوست داشتیم فیلم بر اساس خودش مورد قضاوت قرار بگیره، نه بر اساس شنیده‌ها، شایعه‌ها و اینکه آقا این فیلم با اون گروهه، با این گروهه، بر ضد این گروه. گفتم خود فیلم آماده بشه، خود فیلم اکران بشه، بعد حالا یا خوبه یا بده. توصیه ارشاد که نبود در سکوت رفتار کنید. نه تو اصلا پیشنهاد خودتون بود. آره یعنی اصلا خود آقای علی اکبری و من به این اجماع رسیدیم که آقا ما که خود فیلم نشان دهنده خودش خواهد بود، نیازی نیست اگه فیلم واقعا خوب باشه خودش زمانی که دیده میشه جواب میده دیگه، نیازی نیست. چون ما داشتیم این تجربه رو که فیلم هایی که یه خورده جنجال قرار بوده داشته باشن قبل از اینکه اکران بشن یه سری شروع کردن به زدنش. حالا اصلا کاری نداریم فیلم خوب بوده یا بد بوده، یعنی فیلم اکران نشده و دیده نشده یه سری حرف و حدیث راجع به فیلم بود. ما گفتیم بذاریم خود فیلم معیار قضاوت باشه. آقای قاسم علی پشت خطن. الو آقای قاسم علی صدای من میشنوین؟ آقای قاسم علی جانم سلام آقای جیرانی. من صدا رو تو اینجا ندارم، اگه صدا رو بدی که من بشنوم. آقای جیرانی سلام. من ندارم، صدای شما نمیشنوم آقای قاسم علی. آقای جیرانی سلام. مجدداً تلفن قطع کنیم مجدداً بگیم. بله خب سناریو رو تیکه از این آماده است، یعنی نشست مطبوعاتی آماده است. نشست مطبوعاتی رو ببینیم. شما رو آقای غمخوار فرستاده. با جناب مرد خوبیه، هر گردن ما داره. باور می‌فرمایید همه زحمت بچه من تو مدرسه گردن آقای غمخواره. آقا چطور بود فیلم رو؟ خیلی خوب بود، عالی. بعد فکر می‌کنی این فیلم بازخوردش خوب باشه وقتی موقع اکران؟ من فکر می‌کنم که اگر با همین ترتیبی که الان بود همین فیلم اکران بشه حتما فیلم خوبی خواهد. من راضیم. خط اصلی فیلمنامه خوب بود، یعنی اینکه حالا تلفن رئیس جمهور دست آدم عادی بیفته، اما متأسفانه اصلا نتونست بود در بیاره روایت. خوب بود. بازی مهدی خیلی خوشم اومد. محتوای فیلم از نیمه مثل یک مقاله روزنامه میمونه که انتقادیه و لزوما هم تو مطبوعات میشه نوشت. بازخورد مردم چطور بود؟ هنوز که ندیدم بازخوردو. تو سالن سوت و دست و تجربه خوب بود. ما خب این سالن اهالی سینما و مطبوعاته. بازخورد مردم با بازخورد این سینما متفاوته. کسانی که تو این سینما بودن هم اهالی سینما هستن، طبیعتاً هم دیدشون ظریف‌تره، هم ریزبین‌ترن، ظریف‌بین‌ترن. هنوز فیلم رو با مردم ندیدم. ببین اولش یه حساسیتی بود روی ساخته شدن این فیلمنامه. من وقتی که صحبت می‌کردم اصلا میگفتن نه این فیلمنامه نه. این دفعه اولی که تایید نشد تو شورای پروانه ساخت من رفتم پیش آقای سجادپور گفتم مشکل چیه؟ گفتن نه یه فیلمنامه دیگه بیار. این نه. گفتم خیلی خوب بگید مشکلات چیه؟ بعد اون زمان آقای رسولیان، من با آقای رسولیان رفتم صحبت کردم. یه سری نقطه نظرات خیلی ساده‌ای بود. اون چیزی که برای من جالب بود این که من احساس کردم با کلیت این فیلمنامه مشکل هست. من فکر می‌کنم که تلفن همراه آقای رئیس جمهور بیشتر توی موضوع هست، یعنی موضوعی که در پرداخت چه مرحله فیلمنامه و چه مرحله کارگردانی متأسفانه می‌بینیم که باید و شاید مورد توجه قرار نمیگیره. نظر خودت چی بود راجع به فیلم و اینکه بازخورد رو چطور دیدی تو اهالی رسانه؟ ببین یه فیلم بود که یک داستانی روایت میکرد، خیلی هم ساده روایت کرد و فکر میکنم من استقبالی که تماشاگرها دیدم و اون تشویقش به نظرم فیلم بودی که از نظر مردم فیلم خوبی بوده. خب تکی از نشست رو دیدیم. خب سناریو رو گرفتی و قرار شد بسازی و که در اون حالت ساختی و که توضیحات همینجا دادی و اینا. خب
خب سناریو کار تغییرم کرد با حضور مهدی هاشمی. اول مهدی هاشمی رو انتخاب کرد، یه قرار بود کسی دیگه هم بازی کنه، به مهدی هاشمی رسید. نه، با توجه به اینکه فیلمنامه اصلا بر اساس یک شخصیت شمالی نوشته شده بود و اکثر تیکه کلام‌ها که نه از اول چون آقای جابر قاسمی شمالی بود، فیلمنامه آره شمالی اصلا خیلی نزدیک بود به شخصیت خود جابر. بعد شمالی نوشته شده بود. ما سعی کردیم دنبال یه کسی باشیم که این شمالی رو چون خیلی تو زندگی تو این فیلمنامه از لحاظ شمالی بودنش جریان داره و اتفاقا انتخاب خانم جعفری هم از همین به همین خاطر بود، چون که ایشون هم شمالی الاصل هستن و نیازی نبود دیگه لهجه رو بخوان بازی بکنن، خیلی راحت میتونستن. بله میشناسم خانم بهناز جعفری هم شمالی هستن. بله خب یعنی شمالی رو انتخاب کردید در یه سناریویی که آقای خود سناریویست شمالی بود. پس این لهجه بود از اول تو سناریو، اضافه نشد جزو چیزایی که قضیه بود. خب مهدی هاشمی به همین دلیل انتخاب شده و ارتباطات سر کار خوب بود، خوب پیش رفت همه چیزا. نه مهدی هاشمی به این دلیل نبود. مهدی هاشمی یک نابغه است. بله بازیگر خیلی خوبه. بله آقای هاشمی خب قطعا باعث افتخار بود برای من که با ایشون کار بکنم و خب یکی از دلایل همین بود که ایشون شمالی هم بودن و پیشنهادی هم داشت برای نقشش که چیکار بکنه چیکار نکنه. خیلی مرد دوست داشتنی، یعنی تو تمام این جلسات دورخوانی که ما داشتیم دونه دونه سکانس ها رو هم خود آقای هاشمی هم خود خانم جعفری با هم دیگه مفصل گپ می‌زدیم. فکر می‌کنم 7-8 جلسه ما دورخوانی داشتیم، یعنی کل فیلمنامه رو دورخوانی کرده بودیم چون لهجه حساس بود. بحث عمده‌ای هم که امروز تو جلسات تو این مصاحبه‌ها داشتیم راجع به این لهجه بود که دوستان میگفتن یه جاهایی پررنگه یه جاهایی کمرنگه. من گفتم دلم می‌خواست که این شمالی بودن زندگی رو تو این بازی این دو نفر جریان بده و یک جاهایی که این جملاتی خورده سنگین میشه غلیظ میشه سعی کردیم اینا رو ملایمش بکنیم که بیننده‌ای که فارسی زبان هست و شمالی هم نمیدونه متوجه فحوای اون سکانس بشه. آقای قاسم علی صدای من میشنوید؟ ان شاءالله که صدای شما اینجا پخش بشه من ببینم بشنوم. آقای قاسم علی؟ الو سلام آقای جیرانی. نه متاسفانه صدا درست نشده آقای. الو صدا رو من نمیشنوم. آره خب بگذاریم. اولین آقای زرین دست. الو تجربه خوبی بود؟ عالی بود. کرینای زرین دست رو داشتید. آره. بالا می اومدیم. آره یه چیزی بگم. دنبال فیلمبردار یعنی به فکر فیلمبردار بودیم. بعد آقای خب کار قبلی من دیدی دیگه آقای جیرانی خیلی زوایای زیاد کاتای زیاد. آقای علی اکبری تو اتاقش نشسته بود و داشت روزنامه میخوند. من رفتم در اتاق گفتم آقا گفت بله. گفتم که فیلمبردار آقای زرین دست رو میخوام. بعد یه نگاهی کرد و گفت مطمئنی؟ گفتم آره. گفت بگو زنگ بزنن. بعد هر فکراتی کردی؟ گفتم آره. یه شائبه‌ای بود که سخته برای کسی که به اندازه سن من فیلم کار کرده، شاید هم بیشتر از سن من این تفاوت سنیه، ولی خیلی خوب بود کار کردن با علیرضا زرین دست، خیلی خوب بود، به خصوص که جنس این فیلمنامه یک فیلمنامه کلاسیک بود، یک فیلمنامه مینیمالی بود و خیلی خیلی علیرضا زرین دست کمک کرد به این فیلم. پلان‌های خوبی هم برات گرفتم. آره. پلان‌های تنهایی مهدی هاشمی تو شهر قابای خیلی خوبی داره و کلا تجربه خیلی خوبی بود علیرضا زرین. حالا یه چیز جالبی که الان من موندم بعد از این کار اگر یه موقع علیرضا زرین دست سر یه کاری باشه کار بعدیمو با کی انجام دیگه نمیتونی انجام بدی. خیلی سخت خیلی خوب. خسته نباشی ان شاءالله که فیلمم در اکران عمومی و در نمایش‌های دیگه موفق باشه. بارزی موفقیت هست. فقط ما توی این فیلم علاوه بر اینکه از بازیگر، چون این شایبه همیشه بود راجع به من که تو فیلمات همیشه سوپر استار و نمیدونم پر از بازیگر، اینجا بود گلکار و اینجا نه خود من اینجا اومدم تو این فیلم خب علاوه بر اینکه از خب بازیگران خوبمون استفاده کردم، دو تا چهره معرفی کردم. یعنی ساناز قربانی که نقش دختر آقای هاشمی رو بازی میکنه و اون حسام شجاعی که نقش نزولخور رو بازی میکنه، اینا کسایی بودن که ما برای اولین بار ازشون استفاده کردیم و فکر میکنم تو نقش خودشون هم خوب جواب دادن. حالا اینم برای اون شایبه‌ای که همیشه میگفتن دیگه همش از بازیگر استفاده می‌کنه. البته اسم گلکار هم آوردی دیگه اسم ما چون رضا دوستش داریم دیگه تو همین فیلمامون یه نشون. خیلی متشکرم آقای یچان، ان شاءالله موفق باشید. من از شما خداحافظی میکنم. تکی از 100 واقعیت میبینیم تا بعد با کارگردان و بازیگرش مصاحبه کنیم. محبوب ترین فیلم از نگاه مخاطبان هفت کدام است؟ این روزها وقتی به تماشای فیلم‌های جشنواره می‌نشینید، نام فیلم دوست داشتنی خود را به خاطر بسپارید.